نال شرعی نیست و شما مسلمانید، به سوگند قناعت کنید. شما به خدا ایمان داشته باشید، اگر او دزد و او خلافکار و قناعت داشته نباشه به سوگند و سوگند ناحق بخوره، مطمئن باشید که خدا او را میگیره، هم دنیاش را تباه کرده و هم آخرتش را. بله دیروز کسی را من گفتم که قسمش میدیم به یک روی موضوعه و او طرف میگفت که نه خیلی قسم میخوره و من گفتم نه قسمه، بگذار که من ببرین توی مسجد قسم میدم و اگر قسم خورد بگذار مال شما را ببره. و آخر که مسجد رفتیم بالاخره مسئله تا حدود حل شد مسئله شد. و این که کسی بگه من قسم میخورم، تجربه من تا قسم بخوره این خیلی فرقه. خیلی هم میگه ما سوگند میخوریم اما این محل که میآیند کسی روی قتل میخواستیم قسم بدیم، گفتم ما قسم میخوریم. اول گفتن که اینا گفتن توی مسجد مکی، با اونا گفتن که ما اینجا نمیتونیم، همه مساجد خدا. گفت خیلی مسجد دیگری. آخر که نزدیک آمدن گفتم ما تا حالا خلاف کردیم ولی قسم ناحق نخوردیم و این کار از ما اتفاق افتاده و خودشون را هم تسلیم کرده.